دسته استرافشان هم شاید باشد. اینول حمله به چشم رسد این بک ضربه به طرف دروازه. ببینید چگونه وضعیت خوفناک بود و دسته استرافشان ضربه و بازم یک ضربه دیگر که خیلی بلند از دروازه از میدان بیرون می شود. دوتابک زوکیروف در تصویر شماست. معذور ضربه زد ادامه یافت. امکانیت خیلی خوفناک ضربه به طرف دروازه و دروازه‌بان قربان علی بابایف توانست حالت مذکور را برطرف بسازد. پرتافت با داخل جریمه گاه امکانیت از ضربه و بازم یک ضربه دیگر همه این حالت را برطرف میکنند دوستان ارجمند. ولی پنالتی توپ آنجا به دست فوتبالباز دسته فیضکن رسید. کوشش میکند تو همه را از نزد خود دور سازد. هرچند آنجا ازدحام زیاد فوتبالبازان در یک موقع جمع شده بودند. ایمبک در نزد توپ از ضربه ایمبک و گل. ایمبک زیباتر از زمین پریدن اوت است. نظر بگیرید. پرتافت نوبتی با داخل جریمه گاه با ضربه مبدل می شود. امکانیت نوبتی ضربه و گل. حساب رقابت 0-2 می شود دوستان ارجمند. فوتبالبازان استرافشان حساب را دو بالا می گردانند. بیاید بار دیگر توجه کنیم سربلند همین ضربه کشتناکی اون برطرف شد و دیگر دروازه در چمپیونات امسال یعنی در 31مین چمپیونات تاجیکستان اوید و فوتبال در دسته چراغ می‌ورزند. سربالی نام را می‌بینیم. این بک سیاد باچو با جریمه گاه وارد می‌شود. ضربه و گل. آنا لیگانر ایلهام باروتوف رو کمی عقب‌تر برد و فوتبالباز مذکور را به خط هجوم مرکز روان کرد. بسیار هم حالت خوب و بلاسالی و کنج دور دروازه و ضربه زده و با گل انجام می‌یابد. کل مخلصان است. امکانیت نوبتی ضربه و ببینید این حالت بازم با گل انجام می‌یابد و دوبل در رفته روشن نقشه را 95 فویز پر کرد. بار دیگر متوجه بشویم بازم چگونه دفاع کرد پس سر شد و ضربه جا ارسال با داخل جریمه گاه امکانیت برای امیرجان سفرов ضربه امیرجان و گل. ما نباید تکرار متوجه میشویم پرتافت از مرکز میدان اولی اجرا کرده شد و اینو با همین حساب با احتمال زیاد اکنون بازی به انجام میرسد و آماده است تا صدای خود را بلند بگرداند و همین طریق دوستان عزیز